اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود و عرض ادب خدمت شما بزرگواران و عزیزان. در این مناظره اخیری که انجام شده دو موضوع مطرح شده. یک موضوع در باب شهادت بیبی جان صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است که در این باب جوابشو میسپاریم به خود خدا و رسول خدا و بیبی جان فاطمه زهرا. این انشاءالله در یوم الحشر مشخص می شود. به قول علمای ما امثال علامه حسن زاده آمولی رضوان الله تعالی علیه، امثال علامه طباطبایی ها که این در اوزیکرون انشاءالله مشخص میشه این باب. اما آقای بزرگوار، آقای عزیز، مقداری تعقل و تفکر. شما آمدین در باب شهادت امام نهم شیعیان اومدی اظهار نظر کردی. آقا جان، قاتل امام نهم چی بود؟ ام فضل دختر مأمون عباسی. مأمون عباسی هم قاتل امام رضا علیه السلام بود. اون خود امام جواد رو مانع حکومت خودش میدانست، اصلا بنی هاشم رو مانع حکومت خودش میداد و به دختر خودش فرمان داد امام جواد رو با اون وضع به شهادت برسونه که رویه شهادت آقا جان رو میدونین. ایشون رو توی اتاق خلوتی گذاشت، رقاصه ها رو آورد که صدای آه و ناله آقا به گوش شیعیان نرسه که به کمکش بیان تا آقا به شهادت رسید. دو اینکه ام فضل عقیم بود و ازش فرزندی نمی آمد. امام جواد برای ادامه نسل امامت باید ازدواج میکرد که با سمانه مادر امام هادی ازدواج کرد که ثمر ازدواجش شد امام هادی علیه السلام که همه ما قربانش برویم. خب مقداری تعقل و تفکر در این امر لازم. آقا جان، شما میان در مورد فاطمه زهرا صحبت میکنیم، حالا وقایع تاریخی و اون چیزی که گذشت گفتم اون یوم الحشر مشخص میشود. انشاءالله در روز حشر خداوند همه چی را مشخص میکنه. اما برادر من بزرگوار، ایشون دختر رسول الله است. شما خودتو شیعه میدونی؟ امام صادق رئیس مکتب شیعه فرمودن ما حجت بر شماییم و مادر امام فاطمه حجت بر ماست. ما مشکلی با کسی نداریم. همه اینها یوم الحشر، قیامت و اوزیکرون مشخص میشه. ما میگیم ما عاشق علی هستیم، حب علی در دل ماست. انشالله یوم الحشر با اون کسی که دوستش داریم مشهور میشیم، با علی ابن ابی طالب انشالله مشهور میشیم. ما عشق علی در سینه داریم، با اون عشق خودمون مشهور میشیم، با علی ابن ابی طالب مشهور بشیم، با بچه های علی مشهور میشیم. هر کسی هم که هر کس دیگر را هم دوست دارد با همانها مشهور میشود. یوم الحشر با آنهاست. گفته بودم در کلیپ قبلی، حتی به یک تکه سنگ هم علاقه داشته باشیم با همون تکه سنگ مشهور میشویم. مشکلی با کسی نداریم، ما با عقاید هم احترام میذاریم. آقا جان، شما بحث علمی پیش آوردی، گفتیم
اللحاظ علمی در باب شهادت حضرت زهرا جواب شما رو خود حضرت زهرا انشاءالله بده. ما در باب شهادت امام جواد یه مسئله آبکی رو شما اومدی گفتیم. مقداری تفکر، مقداری تعقل. اصل این بحثی که آمده این مناظره رو در این موضوع پیش آوردی، این اصل این بحث مشکل دار است. آقا این قضیه بقول آقای کاشانی برای ما ناموسیه، حداقل برای ما شیعیان ناموسیه. خدا هم اوزیکرون اون قیامت انشاءالله جواب امثال اینها رو بده. بر محمد و آل محمد صلوات.